دیگری هم داریم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، شنیدین خبرها رو. مقام‌های جمهوری اسلامی از داخل میگن هیچ گفتگویی قرار نیست در اسلام آباد انجام بشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. از اون طرف مقام‌های آمریکایی میگن چند نماینده مثل استیو ویتکاف سفر کردن به اسلام آباد. شما چطور می‌بینین این جریان؟ اگر قرار نیست گفتگویی انجام بشه، چرا عراقچی رفته به اسلام آباد؟ وضوحاً روشن هستش که این یک خلاف واقع‌گویی است که میخواهند تعمدن میخواهند اینطور وانمود کنند برای اینکه نه دیداری انجام نمیشه. الان دلیلش خواهم گفت، ولی معنی نداره که آقای عراقچی بره به اونجا. هفته پیش ما دیدیم آقای عاصم منیر که فرمانده ارتش پاکستان هستش برای 3 روز متوالی در تهران بوده، داشته مسائل رو جلو می‌برده. متعاقبش دیدیم که آتش بسی اعلان شد. آتش بس هم مدت زمان نداره، یعنی ترامپ در این خصوص واقعا از خودش انعطاف نشون داده. این سفر اگر به پاکستان به منظور هدف همین مذاکراتی که متوقف شده است نباشه، به چه منظوره؟ من پاسخ میدم. این که میبینید که الان بعضی رسانه‌ها دارن میگن سفر عراقچی به منظور مسائل هسته‌ای نیست، برمیگرده به جو روانی که جریان مخالف مذاکرات در هفته‌های اخیر ایجاد کردن علیه آقای عراقچی. آقای عراقچی یه توییتی زده بود که بله ما تنگه هرمز رو به طور محدود میگشاییم. همین موضوع موجب شد که دیگه در رسانه دولتی، یعنی در صدا و سیما، افراد متعدد رو آوردن، بیشتر پایدارچیان هستند و خضریان هستند و امثال اینها که حمله که اصلا شما چرا میرید مذاکره میکنید با کسی که امام ما رو شهید کردند و این فشارها رو آورده بودن. در مورد قالیباف هم که میدونید همینطوره، انقدر فشار آوردن که بله قالیباف داره مصالحه میکنه. از این رو روشن هستش که این سفر مشخصا برای همین بحث مذاکرات ایران و امریکا هستش، ولی برای اینکه افراد داخل کشور اون جناح تندرو و مخالف مذاکرات دهنشون رو ببندن، دارن این حرف خلاف واقع رو میگن که نه این سفر به منظور مسائل هسته‌ای و مذاکره ایران و آمریکا نیست، یه سفر عادی هستش. این در واقع به صورت کردن صورت مسئله برای اون جریان تندرو داخلی است. آقای علیزاده، حالا این بلا تکلیفی که شما هم الان به بخشی از اون اشاره کردین که ما شاهد هستیم از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی داره منعکس میشه به جامعه جهانی، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چه تبعاتی داره؟ به هر حال این مذاکرات اگر انجام بشه نتایج اون قابل پنهان کردن نیست. قطعا قابل پنهان کردن نیست، ولی خب برای پخت و پس کردن یه همچین تصمیم بزرگی، اون هم با دولت ترامپی که خامنه‌ای گفته بود با هر کی مذاکره کنیم با این دولت مذاکره نمی‌کنیم، نه بی شرافتی است مذاکره کنیم، بی عقلی است مذاکره کنیم، بی غیرتی است، اینا تعابیری که خامنه‌ای به کار برده بود. ولی برای پخت و پس کردن با همچین دولتی ناگزیر هستن که فعلا به اصطلاح معروف چراغ مشارکت بکنن تا بعداً یه دفعه مثل قطعنامه 598 یک دفعه خبر بیرون میاد که بله توافقی حاصل شد. توجه کنید ببینید سفر عراقچی الان در پی یک امتیاز دادن دیگه ترامپ هم هست. ترامپ این انعطاف رو هم خودش نشون داده که توانسته فشار بیاره روی دولت نتانیاهو. 3 هفته دیگه جنگ در لبنان آتش‌بس اعلان شده. خب میدونید شما اگر به خود نخست وزیر اسرائیل باشه اصلا حاضر 1 دقیقه آتش‌بس داشته باشه، ولی یک فاصله 10 روزه آتش‌بس به فشار آقای ترامپ اعمال شده، یه فاصله الان یک 3 هفته‌ای اعمال شده. خب وقتی اینها رو ترامپ داره این انعطاف خودش نشون میده، متقابلا میخواد انعطافی هم ببینه و امتیازهایی رو بگیره. پس این که ما بخوایم بگیم که به اصطلاح مذاکره بین دو طرف برقرار نیست، کاملا حرف نادرستیه. نشون به اون نشونی که خود آقای ترامپ در یک گفتگو که صداش گرفته بود ازش پرسیدن چرا صدات گرفته، گفت من خودم شخصا داشتم با طرف ایران در طول روز صبح
می‌کردن. البته اونجا داد زدن صدام گرفته. یعنی سطح مذاکرات حتی در سطحی که خود ترامپ هم وارد شده، البته از راه دور از طریق تلفن مثلا، سطح مذاکرات در این سطح در حال انجام این سفر به پاکستان گمان بسیار بسیار قوی برای همین موضوعات مذاکرات ایران و امریکاست، برای آماده سازی دور بعدی مذاکرات. حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو.